عشقم. عزیزم اومدی؟ سلام، به خوشگلترین رفیقم. نگفته بودی میای اینجا؟ رفتی همون؟ آره خب، چون مامو تاف زده بودم یه ذره برم چسبیده بود، گفتم تا قبل از اینکه میای برم دوش بگیرم. آفرین، کار خوبی کردی. بیا بشین یه چایی هم برات بریزم. نه دیگه، خیلی منتظرت بودم نیومدی. بعد مامانم ببرم دکتر، دیگه هدف رفع دلتنگی بود که دیگه دیدمت دیگه عزیزم. باشه میبینمت عزیزم. چرا به من زنگ نزدی بگی این داره میاد اینجا؟ خودش گفت زنگ زده بهت، به خاطر این چیزی بهت نگفتم. ای وای ببخشید، من سویچ ماشینم دست علیرضا جا مونده. سویچ ماشین تو دست علیرضاست؟ آره. بیا بالا. چی میگه این؟ سویچ ماشینش دست تو چی کار میکنه؟ آره، اون موقع که ماشینش آورد جلو در پارکینگ گذاشته بود، من رفتم ماشینشو جابجا کردم. باشه بهت میگم. بیا عزیزم، مراقب خودت باش. مرسی. گم شو کنار.